بهم بگو عاشق کدوم سگی؟ قول میدم بگم چه شخصیت و ویژگی داری. بچم خودتی. اگه عاشق جرمن شپردی تو همیشه آماده‌ای وارد عمل بشی. باهوش، با وفا، منظمی. وقتی همه خستن فقط به تو تکیه میکنن و همیشه باید آماده باشی. اگه عاشق هاسکی تو روح وحشی طبیعتی. تو آدم به شدت پر انرژی هستی ولی یکم کله شق و لجبازی. اگه دلبسته گلدن رتریوری تو از اونایی که بچه‌ها دلبستت میشن. آروم و مهربونی و شعارت هم میده. همیشه لبخند، همیشه کمک. اگه عاشق دوبرمنی توی ظاهر خونسرد و محکمی ولی دلت مهربونه. اهل نظم و دیسیپلین و کلا با شوخی‌های یهویی حال نمی‌کنی. اگه عاشق مالینویزی باید بگم تو برای معمولی بودن به دنیا نیومدی. محدودیت برای تو معنی نداره و همیشه در حال یادگیری هستی. اگه عاشق روتوایلری توی دیوار دفاعی با قلب مخفی پشتش. ظاهرت میگه نیا جلو ولی باطنت میگه بپر بغلم. حمایت فراموش نشه تا پارت دومو سریع آپلود کنیم.